عکس گیاهی که در زمین به آب و خشک میروید در میان بیش از 100 عکس دیگر رأی بیشتر گرفت و بهترین تصویر آزمون روزنامه‌نگار جوان دانسته شد. با باور مؤلفش که از مهاجرین افغان است، اثر آفریده‌اش سرنوشت ده‌ها دختر تاجیک و افغان را بیان می‌کند. او که این را در شهر وحدت عکاسی کرده، گفته نیست دستیابی دخترها به موفقیت رویدن سبزه در خشکی را می‌ماند. بسیاری از فامیل‌ها اجازه نمیده دخترای خود به درس بروه و پیشرفت کنه. گفته که دین اسلام همه را گفته که درس بخوانید، زن و مرد حقوق مساوی داره، یعنی میتونه درس به یک شکل بخونه. در این آزمون در قطار فاطمه افضل بیش از 30 نوجوان دیگری هم که آرزوی روزنامه‌نگار شدن را دارند با پیشنهاد تصویرهای مختلف از روزگار مردم عادی شرکت کردند. 25 نفری که در اینجا ما داشتیم در اول برنامه، تنها گویا که بهترین هایشون اشتراک داشتند و از این 25 نفر 14 نفری آنها باقی ماندند. امروز باشه در بین همین 14 نفر آزمون، یعنی ویدیوی بهترین، فوتوستوری های بهترین و عکس های بهترین در جمهوری ما گذرانیده شد. در طول 5 ماه سفارت امریکا در تاجیکستان در 8 گوشه امریکایی درس های فوتوژورنالیستیکا را به راه ماند که در آزمون امروزه بهترین ها معین شدند. فکرم برای ما، برای سفارت امریکا، این نمودی محفلی روزنامه‌نگاران جوان بسیار مهم، چون که ما می‌خواهیم که ما اعتراف میکنیم که روزنامه‌نگاران در یک جامعه دموکراتی یک عنصری ضروری است. برای همین ما این خیلی طرفدار کنیم. با تفاوت از دیگر آزمون‌های ژورنالیستان، یکی از شرط‌های اساسی آزمون این بود که تمام شرکت کنندگان طلبگان مکتب‌های میانه عمومی بودند. تربیه ژورنالیستانی نورس، همچنین جلب توجه جوانان به پیشه ژورنالیستیکا، رشد ژورنالیستیکای شهروندی و همچنین بالا بردن نقش جوانان در رشد جامعه و حل مسائلی که به زندگی آنها بستگی دارد. کوین کاورت، کاردار موقتی سفارت امریکا در دوشنبه که در این چهاربینی به حیث مهمان شرکت می‌کرد، برگزاری چنین آزمون‌ها را مهم دانست. شما با آنچه تصویر می‌کنید علاقه شما و آدمان است. این یک فاجعه و یا خوشبختی آدمان است. این میتواند یک نظر یا خلاصه شما باشد که میخواهید نشان بدهید. برای همین این یک عکس خالی نیست، بلکه صدای شماست. از همه شما تشکر میکنم که اینجا جمع آمدید. سفارت امریکا در تاجیکستان اظهار آمادگی نمود که من بعد نیست چنین لایحه‌ها را دستگیری نماید. اما ادامه یافتن لایحه به شوق و خواهش شنوندگان گوشه امریکایی بستگی دارد.